کدامی از شما دوست دارد که گرانبهاترین ماشین های روی دنیا را داشته باشد؟ البته که هر یکی از ما دوست دارد که گرانبهاترین ماشین های روی دنیا را داشته باشد. برایت حدیثی را بیان می کنم که شاید تا به حال آن را نشنیده باشی. در روایت مسلم آمده است که عقبه ابن عامر رضی الله عنه می فرماید در صفه مسجد نشسته بودیم که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به نزد ما آمد و فرمود کدامی از شما دوست دارد که هر روز به منطقه بطحان یا عقیق که در داخل مدینه جایگیرند برود و بدون اینکه مرتکب گناه یا قطع ارتباط خویشاوندی شود دو شتر کهن بلند فربه گرانبها بیاورد؟ یعنی کدامی از شما دوست دارد که بدون مشقت و محنت صاحب چنین شترانی شود و چنین شترانی داشته باشد؟ در آن زمان چنین شتران گرانبهاترین سواری مردم به شمار می رفت. یعنی طبق این زمان کدامی از شما دوست دارد که گرانبهاترین ماشین ها را داشته باشد؟ اصحاب کرام رضی الله عنهم فرمودند همه ما این را دوست دارد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند بدانید که اگر یکی از شما به مسجد برود و دو آیت از کتاب الله متعال را بیاموزد، یعنی قرآن را بیاموزد یا دو آیت بخواند، برایش از دو شتر کهن بلند فربه گرانبها بهتر است و خواندن 3 آیت از 3 شتر و 4 آیت از 4 شتر و هر تعداد آیت از همان اندازه شتر بهتر است.